سرخط مهمترین خبرها. آخرین خبرها از اوکراین. پوتین اعتراف کرد که تحریم‌ها به اقتصاد روسیه ضرر می‌رساند. سفر کمیسر عالی سازمان ملل به تاجیکستان و دیدارش با پناهندگان افغان. و 3 کارمند مقامات در نتیجه سنگریزی در بدخشان زخمی شدند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 18 مارس است. مقامات در شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین گفتند روز 16 مارس تقریبا 30,000 کس از این منطقه فرار کردند. آنها همزمان گفتند تعداد قربانیان احتمالی حمله به تئاتر را که در آنجا مردم آسایشته پناه برده بودند مشخص خواهند کرد. شهردار ماریوپول در تلگرام نوشته است حدود 30,000 نفر با نقلیات رفتند و افزود 80% منزل‌های استقامتی ویران شده است. مقامات میگویند تا حال تخمین زدن شمار قربانیان احتمالی بر اثر حمله هوایی به تئاتر امکان ناپذیر است. معاون رئیس شهر گفته است احتمال از 1000 تا 1200 نفر در داخل تئاتر بودند. روسیه بمبگذاری تئاتر را رد کرد. در همین حال نشریه نیویورک تایمز با استناد به معلومات اکتشاف‌های آمریکا نوشته است که از آغاز حمله مسلحانه به خاک اوکراین تا به حال بیش از 7000 نظامی روسیه کشته شده است. به اطلاع نشریه همچنین از 14 تا 21,000 نظامی دیگری روس زخمی شدند. جمعاً روسیه به جنگ علیه اوکراین تا 150,000 سرباز را سفربر کرده است، می نویسد نشریه نیویورک تایمز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعتراف کرد که تحریم‌های جاری شده علیه مسکو به اقتصاد کشورش تاثیر منفی می‌رساند. در این باره پوتین روز 17 مارس در یک نشست مجازی با وزیران دولتی درباره اقتصاد نیمجزیره کریم صحبت کرد، اما پوتین گفت که تحریم‌ها همچنین فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی را برای نیمجزیره کریم ایجاد می‌کند و جای نگرانی نیست. تحریم‌های سخت بالای روسیه بعد حمله این کشور به خاک اوکراین جاری شد. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز 17 مارس وارد شهر دوشنبه شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید در این روز فیلیپو گراندی با رئیس جمهور امامعلی رحمان دیدار داشته است. به گفته منبع همکاری تاجیکستان با کمیسریت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از موضوعهای اساسی گفتگوی دو طرف بوده است. دو طرف همچنین درباره رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به جمهوری افغانستان صحبت کردند. تاجیکستان میزبان قریب 14,000 پناهنده افغان است. این تعداد سال گذشته یک بار زیاد شد. پناهندگان در تاجیکستان از کار کمیسریت سازمان ملل در تاجیکستان انتقاد کرده میگویند که این سازمان به آنها کمک لازم را نمیرساند، اما مسئولین سازمان ملل در تاجیکستان گفتند تا حد امکان تلاش میکنند به گریزه ها یاری رسانند. در نظر است که کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز با پناهجویان در شهر وحدت دیدار کرده به یک شهرک موقتی پناهندگان در ناحیه جلال الدین بلخ سفر کند. در دوشنبه از 130 سالگی تورق ذهنی شاعر و زبانشناس فقید تاجیک تجلیل کردند. این ادبیات شناس تاجیک که برخی او را دست راست عینی هم مینامند، سال 1945 برای 9 سال زیر استبداد استالینی بدرقه شده به بیشعوری در سیبیر هم مشغول بوده است، اما کتاب صنعت سخنش تا حال کتاب روی میزی دانشجویان و ادیبان تاجیک دانسته می شود. ادامه موضوع در گزارش شهلای عبدالله و اسکندر فیروز. این مراسم بخشیده به 130 سالگی تورق ذهنی شاعر و زبانشناس تاجیک برگزار شد. برخی او را دست راستی صدرالدین عینی هم مینامند. اثر این دانشمند تاجیک با نام صنعت سخن تا حالا کتاب روی میزی دانشجویان و ادیبان تاجیک شمرده می شود. تورق ذهنی همچنین در تدوین نخستین کتاب‌های درسی و دستورهای امروزه زبان تاجیکی، کتاب آموزش با همقلمی ودود محمودی، صرف زبان تاجیکی با همقلمی حاجی زاده و لطف الله بزرگزاده، صرف با همقلمی حمید بقازاده و سرهای دیگر سهمی ارزنده دارند. در همایش بین المللی که در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان صورت گرفت، ادیبان یاد این معارف پرور تاجیک را گرامی داشتند. با تاکید اشتراکداران، فعالیت تورق ذهنی همچون شاعر آغاز یافته، نوشته‌هایش در نشریه‌های شعله انقلاب،
دانش بینیش، راهبر دانش برای ادبیات سوسیالیستی، آواز تاجیک، بیداری تاجیک چاپ شدند. بهار غنچه خس گردد. در این مراسم از اشعار تورقل ذهنی قرائت کردند و گفتند شاعران به مثل لایق شیرالی و بازار صابر و گلنظر کلدی و اسکر حکیم نیز در ایجادیات خود از کتاب ذهنی استفاده کردند. استاد که درباره صنعت‌های بدیعی و انواع سنتی صحبت میکنند، درباره غزل و خوب‌نواهای دیگر میگویند که غزل امروز باید تازه باشد و من یک غزل بسیار مختصری میخوانم که از دو جهت تکیه به همین کتاب استاد دارد. زرفاقت کمانداران به دل رمیده غمگینم، به کمان چگونه خو گیرم، به کمین چگونه بنشینم. برخی از زبانشناسان و ادبیاتشناسان معاصر تاجیک میگویند ذهنی و همفکرانش توانستند در گذشته معیارها و املای زبان تاجیکی معقول به خود را به چهارچوبه قانونی درآورند. موضوعی که بارها در آستانه تغییر املای زبان تاجیکی با ناراضگی مخالفان روبرو میشد. بر اثر ریزش سنگ در شهرهای دوشنبه، ونج، خاروق، 3 کارمند منطقوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، وزارت کارهای داخلی و وزارت نقلیات زخمی شدند. دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با نشر این خبر میگوید که هر 3 زخمی را در بیمارخانه بستری کرده پاکسازی راه از سنگ ادامه دارد. بارانگری های روزهای اخیر باعث سر زدن آفت‌های طبیعی در منطقه های گوناگون کشور شده است. از جمله سیل 140 متره را در ناحیه واسه شسته است. همچنین ترمه در شغنان یک خانه را پره و خانه دیگر را قسما خراب کرد. راه دوشنبه چناق هم که دیروز در پی فرآمدن ترمه های بزرگ بسته بود و تنها بیگاه روز آن را باز کردند. در خبرنامه کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان همچنین آمده است که این حادثه ها فعلا تلفات جانی در پی نداشت. مقامات ضرر رسیده را حساب میکنند. مقامات همچنین گفتند در 2 دهه ناحیه تاجیک‌آباد بر اثر باران شدید سیل و خطر زیر آب ماندن زمین‌های کشت و زمین‌های نزد حولگی پیش آمده است. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواستند در روزهای بارانی از سفرهای بی ضرورت خودداری کرده به قنوچین هزم، ماهیداری و شکار نروند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 مارت را فرا میگیرد. 18 مارت سال 1953 اولین برنامه تاجیکی رادیوی آزادی پخش شد. مجله 10 تا 15 دقیقه‌ای به زبان تاجیکی بخشی از برنامه‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی بود. بعد سال 1975 برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی مستقل و طولانی تر شدند. حالا رادیوی آزادی یک رسانه پیشقدم خبری به زبان تاجیکی است که نه تنها برنامه‌های رادیویی 24 ساعته دارد، بلکه در همه ساحه‌های چند رسانه‌ای زمانوی، اینترنت، ویدیو، شبکه‌های اجتماعی و دیگرها آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را تقدیم می‌کند. 18 مارت سال 2018 وزارت فرهنگ تاجیکستان کتاب نمونه‌های لباس ملی و اروپایی را نشر کرد که برای پوشیدن زنان و دختران تاجیک مشورت می‌شود. درس کد یا قاعده لباس پوشی از جمله دامن کوتاه را در لباس اروپایی و برعکس دامن دراز را در کرته‌های تاجیکی منع می‌کند. این توصیه یکی از تلاش‌های دیگری مقامات تاجیک برای به گفته‌شان پیشگیری از بی‌نظمی در لباس پوشی و تأثیر فرهنگ و عقیده‌های مذهبی بیگانه بود، ولی بسیار ساکنان آن را همچون دخالت به حیات شخصی انتقاد کردند. 18 مارت سال 2017 در 94 سالگی دانشمند صنعت و فرهنگ شناس تاجیک نظام نورجانوف درگذشت. دکتر علم صنعت شناسی و پروفسور شناخته از اولین کارشناسان ژانرهای دراما، اپرا و بالت، رقص و فولکلور و موسیقی تاجیک بود و بسیار تحقیقاتش برای شناخت بهتری تاریخ و رشد هنر و فرهنگ ملی تاجیک مساعدت کرده است.
قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه امروز کم پایین رفته است. صبح 18 مارت در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 125 سامانه عوض می‌کنند. دیروز 1000 روبل به 135 سامانه برابر بود. این قرب می‌تواند هر ساعت تغییر یابد. قرب دلار در بانک‌ها کم پایین رفته 100 دلار به 1298 سامانه برابر است. بیننده عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی شما همه روزه می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. تا هفته دیگر خدا نگهدارتان.